السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان کانال سوال و جواب خوش آمدید به این کانال موفق و کانال دینی. امروز الحمدلله ما موفق شدیم نماز جمعه را در مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم پشت الشیخ حسین آل شیخ ادا کنیم. شما میبینین فعلا نمازگزارا بعد از نماز جمعه دارن از مسجد بیرون میشوند و این ساحه سقف مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم، بام مسجد نبوی است. شما ببینید ساحه بسیار زیبا و قشنگ آراسته به سنگ‌های مرمر و همچنان گنبدها و قبه‌های نهایت زیبا و قشنگ. امام مسجد جمعه امروز در متعلق غیبت صحبت کردن و حرمت غیبت از کتاب و سنت ثابت کردن که غیبت یک عمل زشت و نهایت بد و تعریف غیبت مختصر از حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کردن. فرمودن که ذکرک اخاک بما یکره، غیبت امر را گفته میشه یا صفتی را گفته میشه که انسان در متعلق برادر مسلمانش آنچه را ذکر میکنه که او از او بدش میآید. وقتی که در پیش روش اگر گفته شود از او بدش میآید، مثلا از رنگ کسی یاد شوه، از قدی کسی یاد شوه، از لباس کسی یاد شوه، یا از خانه کسی یاد شوه، یا از مالش یاد شوه، یا از زمین و دارایی و یا صفتهای دیگری که به او وابسته است تعلق داره، اگر از او یاد کرده شوه و او اگر بفهمه این چیزا خسته میشه، پس ایره گفته میشه غیبت. غیبت یک عمل زشتی است که امروز اکثر مسلمان ها به این عمل مبتلا هستند. میبینی مجلس های خود آراسته به غیبت برادری مسلمانشان میکنه. گاهی میبینی از لباسی از او تنقید میکنه، گاهی میبینی از رنگ و پوستی از او تنقید میکنه، گاهی از قدی از او تنقید میکنه، گاهی میبینی از خانه و کاشانه از او و از فرزندانی از او، از فامیلی از او به بدی یاد میکنه. همه از اینها را غیبت گفته میشه، در صورتی که اگر این خصلت در او بوده باشه، خصلت بدی اگر نبوده باشه، باز این را بهتان میگن و این هم گناه کبیره است. در هر دو صورت انسان به گناه کبیره مرتکب میشوه و کوشش کنه انسان مسلمان مجلس های خود از غیبت و بدگویی و شکایت برادر مسلمانش پاک بکنه و اعمال خود و اینچنین آخرت خود به سبب شکایت و بدگویی دیگرها برباد نسازد. بارک الله فیکم، تقبل الله منا و منکم. جمعه همه شما و درگاه الله تعالی قبول بوده باشد.